سرخط مهمترین خبرها: شکایت ها از قطع برق در منطقه های تاجیکستان. اروپا همه وکیلان دومه دولتی روسیه را تحریم کرد و یک روز خدمت سرباز قرقیز در مرز با تاجیکستان 2 روز حساب می شود. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 23 فوریه است. شکایت ساکنان از قطع برق دوباره زیاد شده است. همصحبتان ما در شهر اسفره، حصار و کلاب میگویند از ساعت 22 تا 4 انتقال برق به منزل ساکنان قطع می شود. یک ساکن شهر حصار گفت این وضع 2 روز است که دوام دارد. به گفته این همصحبت ما ساعت 8 23 فوریه نیز برق را قطع کردند. مقامات تا حال در این زمینه یگان شرح ندادند. دقیق نیست که در کشور لیمیت یا محدودیت انتقال برق جاری شده است یا مشکل در جای دیگر است. پیش از این در ماه نوامبر سال گذشته مسئولین شرکت برق تاجیک گفته بودند با سبب کارهای تعمیری برای چند ساعت انتقال برق قطع می شود، اما ساکنان به این گفته مقامات شبهه دارند. بینندگان عزیز، ما تلاش داریم نظر مقامات را در این باره پرسیم. آیا روزهای اخیر انتقال برق به منزل شما هم قطع می شود؟ می توانید نظرتان را به ما نویسید. اتحاد اروپا به خاطر به رسمیت شناختن جمهوری‌های خودخوانده دنیس و لوهانسک بسته نوی تحریم‌ها علیه روسیه را تصدیق کرد. این بسته تحریم‌ها که مقامات روس از جمله وکیلان دومه دولتی را در بر می‌گیرد، روز 22 فوریه از سوی وزیران کارهای خارجه اتحاد اروپا یک دلانه قبول شد. ژان ایو له دریان، وزیر کارهای خارجه فرانسه، گفت روسیه طلبات سندهای بین الخلقی را پایمال کرده عهده‌داری‌های خود را اجرا نکرد. خبرنگار رادیوی آزادی ریکارد یوزوک خبر می‌دهد که تحریم‌های نوی اتحاد اروپا 351 وکیل دومه دولتی و 27 مقامدار رسمی و حربی را در بر می‌گیرد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا، هم این را تصدیق کرد. خبرگزاری رایترز می‌نویسد بسته نوی تحریم‌ها اینچنین بانک‌ها، بخش مدافع را فرا گرفته دسترسی روسیه را به بازار سرمایه اروپا محدود می‌کند. این تحریم‌ها بر روسیه ضربه می‌زند، ضربه خیلی سخت، گفت مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا. جوزف بورل در صفحه توییتریش نوشت این تنها قدم اول است. بر علاوه این کانادا هم اعلان کرد که علیه مقامداران روسیه تحریم جاری کرده است. در همین حال اندری رودنکو، معاون وزیر کارهای خارجه روسیه، گفته است مسکو از تحریم‌های جاری شده نمی‌ترسد. شام 21 فوریه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، استقلال 2 منطقه دونتسک و لوهانسک، 2 منطقه جدایی طلب اوکراین را به رسمیت شناخت. این کار اعتراض بسیاری از کشورهای جهان را به میان آورده است. برخی تحلیلگران تاجیک از آن نگرانند که تحریم‌های نو علیه روسیه به کار و درآمد مهاجران تأثیر منفی می‌رساند. در ولایت سوخت آمادگی به کشت پخته آغاز شده است. پخته‌کاران سوخته عزم دارند با وسیع کردن میدان کشت و وارد کردن تخم‌های باصفت کم آمد سال 2021 را بپوشانند. به گفته مسئولان کشاورزی ولایت سوخت، با سبب‌های گوناگون تقریباً 10% کمتر از نقشه پیش‌بینی شده سال گذشته پخته جمع آوری کردند و این وضع آنها را به تشویش آورد. ولی دهقانان میگویند نظر به سال‌های پیشین توجه به این ساحه کم شده است. فرزان محمدی در این باره گزارش می‌دهد. 4 ناحیه کلان پخته‌کاری ولایت سوخت، مسچاه، کانیبادام، جبار رسولوف و ظفرآباد امسال نتوانستند نقشه استحصال پخته را اجرا کنند. دهقانان اکثرا این را به پس‌صفت بودن تخمی‌های آن و کم توجه بودن خدمات آبیاری ربط دادند. مسئولان حکومتی امسال نهادهای ضددخل را موظف کردند که منبعد به پخته‌کاران تخمی‌های خوش‌صفت دهند تا این نوع خواجگی‌داری کاهش نیابد. طبق اخبارات‌های کمیته بهتر عضوخواری در هم ناحیه مسچو هم ناحیه ظفرآباد، هم ناحیه ظفرآباد نمیگم، ناحیه مسچو 80% تخمی که در ناحیه هست اینا تخمی شرطن تخمی هستن. تکنیکی میگن تخمی اونو باید و از وی کشاورزی باید بیرون کنن. هر یک زاویه 50 تonna تخمی‌های الیتایی نو به ناحیه وارد میکنن. الکی یک کارخانه 60 تا یک کارخانه کارگر پخته 60 تا وارد کردن، دیگراش کاربری کارسازان در روستای نزدیک باید وارد کنند و اخبارش به اون پورت کردن. چون ما نظارت کرده ما
онҳоро шарт монем. дар чанд соли ахир вилояти суғд ба таври чашмраз аз уҳдаи иҷрои нақшаи пахта ки онро тиллои сафед низ мегӯянд набаромад. масъулони соҳаи кишоварзӣ дар нишасти хабарияшон гуфтанд ки имсол ҳамагӣ 91% дурнамои ин шакли хоҷагидориро амалӣ кардаанду тамом. масъалаи пахтаҳо асосан проблема обам проблема буд дар баъзи шаҳру ноҳияҳо. баъзи шаҳру ноҳияҳо бошад гектари иҷро накардан, асаби гектари кишти пахтӣ кам кардан, барои мо нақши иҷро натонистем. масъулони ин ниҳод мегӯянд бо мушкилоти зиёди ин навъи хоҷагидорӣ ва сабабҳои дигар аксари деҳқонон ба дигар навъи хоҷагидорӣ рӯй меоранд. ин дар ҳолест ки пахтакорӣ дар 30 соли истиқлолият ба як ҷузъи муҳими сиёсати кишоварзӣ бадал гашта ва масъулони ҳукуматӣ бо таъсиси маъракаҳои чиниш ҳар сол коркунони давлатиро ба он сафарбар мекунанд. رئیس دیوان وزیران قرقیزستان عاقلبک ژاپارov روز 22 فوریه در یک جلسه سیار در ولایت بادکند آن کشور گفت تصمیم گرفتن یک ماه خدمت سربازان را در این ولایت هممرز با تاجیکستان 2 ماه حساب کنند. با گفته او در سال روان از حساب بودجه دولت تکنیک‌های نظامی زمانوی خریداری و معاش خدمتچیان حربی بلند کرده شده است. ماهانه مرزبانان و خدمتچیان وزارت مدافع قرقیزستان از ماه می سال گذشته 50-70% افزایش داده شده است. اظهار داشت عاقلبک ژاپارov. تاجیکستان و قرقیزستان 970 کیلومتر مرز دارند که نیمی از آن تعیین و نشانه گذاری نشده است. بیشتر این منطقه های تعیین نشده که سبب بحث و مناقشه مسلحانه بین دو همسایه می شود در مرز بادکند با ولایت سوغد تاجیکستان جایگیر هستند. در نزاع اخیر در ماه ینوری امسال از دو جانب 10 کس زخمی شده، از طرف تاجیکستان 2 کس کشته شد. ضمناً امروز ارتش تاجیکستان 29 ساله شد. بار اول 23 فوریه سال 1993 نخستین گذشت نظامی ارتش تاجیکستان و صاحب استقلال برگزار گردید. به این خاطر همه ساله در کشور روز 23 فوریه همچون روز ارتش تجلیل کرده می شود. مقامات میگویند دوام 29 سال ارتش تاجیکستان به یک ارتش کسبی و قوی تبدیل شد که می تواند در مقابل خطرهای بیرونه از کشور حمایت کند، ولی کارشناسان سالهاست از بدرفتاری در ارتش مجروح یا فوت سربازان نگرانی دارند. یک مشکل دیگر جلب مجبوری یا ابلاغ می باشد که همه ساله در بهار و تیر ماه به موضوع داغ تبدیل می یابد. مقامات وجود این مشکل را تصدیق می کنند، اما می گویند اکثر جوانان در کشور با خواهش خود به خدمت حربی می روند. امروز در این باره یک گزارش داریم که در برنامه اخبار تقدیم شما می شود. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 23 فوریه را فرا می گیرد. فوریه سال 1925 در دوشنبه اولین کمیسریات مردمی تندرستی تأسیس شد که بعداً وزارت تندرستی نام گرفت. اولین وزیر الکسی دیاکوف طبیب و دانشمند روس بود که با گروهی نخستین متخصصان طب روس مبارزه را با بیماری‌های سرایتی مثل دامنه و ورجه و بهبود وضع سانیتاری و گیگیانی شروع کرد. در سالهای اول تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی در تاجیکستان نخستین بیمارخانه‌ها تأسیس شدند. اسم الکسی دیاکوف بعداً به بیمارخانه مرکزی شهر دوشنبه داده شد که مردم آن را با نام قریه بالا می‌شناسند. 23 فوریه سال 1993 روز تأسیس ارتش ملی تاجیکستان است. آن روز در مرکز دوشنبه نخستین پرد جنگاوران فرانت خلقی تحت پرچم ارتش دولتی دایر شد. قوه‌های مسلح تاجیکستان را با سبب شرکتشان در جنگ 5 ساله داخلی کشور به مقابل نیروهای مخالفان ارتش کسبی و جنگ دیده می‌نامند، ولی از نظر منقدان سالهای استقلالیت با نگاه به صفت خدمت و مناسبت جامعه غیر رسمی اسمش ارتش کارگر و دهقان شد و مشکلاتی مثل مهتر سالاری یا دیدفشینه و از این رو جلبی مجبوری به خدمت به مد اول برآمد. 23 فوریه سال 1963 زادروز آوازخوانی ترانه‌های مردمی و 6 مقام لاله عزیزова است. هنرپیشه خلقی تاجیکستان و شاگرد برنا اسحاقова با صدای فورم و دلنشینش به دل هواداران راه یافت. در برابر اجرای ترانه‌های کلاسیکی در هیئت دسته دریا با ترانه‌های افسانه عشق، تاجیکستان، نیلوفر و دیگرها معروفیت به دست آورده است.
2 روز است که قرب روبل روسی پایان می رود. اگر روز 21 فوریه 1000 روبل روسی به 149 سامان برابر بود، پس صبح 23 فوریه 1000 روبل تا 141 سامان و 60 درم پایان رفت. ارزش دلار آمریکایی در بانک‌های تاجیکستان همچنان به تغییر بوده، 100 دلار به 1130 سامان عوض کرده می شود. اینجا رسیدیم به پایان برنامه نوید بامدادی. بیننده عزیز اطلاع بیشتر و تحلیل های جالب را در سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org و azadi.mobi مطالعه کنید. تا صبح دیگر در همین وقت و ساعت، خدا نگهدار.